وقتی که 760 میخرید فقط یه سدان لاکچری ندارید، یه سینما هم همراهش خریدید. بریم فضای عقبی سری 7 رو با هم دیگه ببینیم. واقعا باید یه راننده استخدام کنید وقتی این ماشین رو خریدید. کافیه داخل بشینید، در رو به این صورت برقی ببندید. اینجا توی منوی اصلی برید، از این قسمت یه مای مود داره که مود تئاترش رو فعال کنید، تمام این پرده‌های جانبی رو میبنده و این مانیتور خارق العاده 4K رو براتون پایین میاره با این ولکام بی‌نظیر و سیستم صوتی باورز. واقعا دیوونه کننده است بچه‌ها. اینجا دسترسی دارید به تمامی آپشن های مختلف این مانیتور که تمام تاچه، میتونید HDMI بهش وصل کنید یا حالا به صورت لایو هرچی میخواید رو ببینید. سایزهای تصویر رو عوض کنید به هر شکلی که میخواید که حالا 16:9 استاندارد ترین حالتشه. صدا رو کم و زیاد کنید و هدفون های وایرلسش رو استفاده کنید و اینجا هم که بلوتوث میتونید کانکت کنید، گوشیتون رو وصل کنید و هر امکانی که میخواید رو اینجا دارید. البته باید به اینترنت متصل باشه تا تمامی این امکاناتش کار کنه. واقعا خیلی خفن کابینش و هرچی از بی‌نظیر بودنش بگم کم گفتم. و ببینید چند تا مود مختلف داره، حالا ماساژور صندلی، نورپردازی داخل، همه رو از اینجا میتونید کنترل کنید.